منتخب فوتبال تاجیکستان هنرنمایی خود را در جام ملت‌های کاف به انجام رسانید. در دور آخرین بازی‌های گروهی شاگردان گیل شکلاتزه با تیم ملی فوتبال ایران دست به گیر بان شد. در این میدانداری هرچند از ابتدا ایرانی‌ها تشبثکار بودند و بیشتر خطی دروازه رستم یتیمов را رخنه کردن می‌خواستند، ولی دفاع ما تا دقیقه 38 میدانداری خوب هنرنمایی کرد. در دقیقه 38 رقابت محمد مهدی محبی گلزنی کرد. انیخترش اینجا اشتباه دروازه‌بان منتخب کشور ما رستم یتیمов نیز بود. این محافظتگر منتخب ایران در دقیقه 47 میدانداری مراتبه دوم توپ را تسلیم دروازه تیم ملی فوتبال تاجیکستان نمود و با برتری همین دو گل ایرانی‌ها پیش صف بودند. در دقیقه 58 رقابت پرویزجان عمربایов به حملهگر تیم ملی کشور ما شهرام سمیوف پرتافت انجام داد. ضربه شهرام سمیوف جانب دروازه دسته ایران خوب بود، ولی در ابتدا داور اشاره کرد که گل نیست. پس از تماشای نوارهای تکراری داوری مرکز فکر خود را عوض کرد و معین کرد که واقعا هم توپ پورا وارد توری دروازه دسته منتخب ایران شده است و ضربه حملهگر منتخب تاجیکستان شهرام سمیوف رسما همچون گل پذیرفته شد. در نیمه دوم رقابت سرمربی دسته منتخب ایران ستاره‌های اساسی خود را وارد میدان نمود، اما با وجود آن برای منتخب تاجیکستان تنها غلبه لازم بود. به همین خاطر در نیمه دوم میدانداری بیشتر فوتبالبازان تاجیک تلاش می‌کردند تا گلزنی بکنند. یک ارسال گل‌آور را محافظتگر تیم ملی کشور زویر جورابایف توسط سر وارد توری دروازه ایرانی‌ها ساخته تناسب را برقرار کرد و حساب 2-2 شد. در ادامه واخوری باز یک چند امکانیت‌های دیگری گلزنی برای منتخب تاجیکستان پیدا شد، ولی آن را ثمرناک استفاده برده نتوانستند. تاجیکستان در جام ملت‌های کاف بد بازی نکرد، اما باخت ملی پوشان ما از هندوستان ضربه بسیار هم سخت و ننگین بود. محض این ناکامی باعث شد تا تاجیکستان برای اشغال زینه‌های افتخاری در جام ملت‌های کاف شانسی مبارزه را از دست داد. پس از این نتیجه مساوی ایران به دور نهایی جام ملت‌های کاف برآمد که آنجا با غالب جفتی دیگر مبارزه می‌برد. هندوستان باشد در گروه زینه دوم را اشغال کرد و امکانیت مبارزه برای نشانهای برنجی این مسابقه را پیدا نمود. تاجیکستان با جام کاف خیر خوش کرد. هنرنمایی تیم ملی کشورمان را در جام ملت‌های کاف بر مقابل هندوستان، افغانستان و ایران چگونه بها می‌دهید؟ در کامنت‌ها بنویسید. партофти бисёр хатарнок аст ва ин лаҳзаҳо акнун фурсат аз даст рафт беханӣ дорад тими миллии ин кишвар ва зидди онҳо имрӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон хело шуҷоатмандонаву арзанда бозӣ кард дар қисми дуюми рақобат. мазкур ки аз ҷумла як гурӯҳи рақобатҳо дар